رفقا خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من ابوالفضل از آلیکس هستم و اومدم با یه ویدیو دیگه با شما. بس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان اومدیم با ویدیو تستی دیگه با شما. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باش و بزن بریم سراغ تستش. خب دوستان اول شیر کاکائو رو بده. این از شیر کاکائوش، مارکشو چیز کنیم و صبر کن. من شیر کاکائو رو باز کنم و یه لحظه درو به محضه. خب شیر کاکائو رو باز کردیم. اول خالی بذار بخوریم این شیریه. نایس. خب اولین کیک ها بده. درست بده. جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ اولین کیک تیتاپ. بهترین کیک. ویدیوهای قبلی هم بریم ببینین حتما. همین ویدیو ورژن شیر سادهش تو کانال معین ناصری هست و اینو تماشا کنید. خب اولین که با کیک تیتاپ تست می‌کنیم. فقط فرقش همین کیک بعدی کیک ها شاید یه دونه فرق داشته باشه. همزمان داره ویدیو گرفته میشه و همزمان هم گذاشته خواهد. اینو بگیر. آفرین قشنگه. بگیر تو ظرفه نه بغیر هماهنگی سخت است. آره چیه ها با تیتاپ خوبه خیلی. ولی که شیر کاکائوش چه جوده میگرفتم. حالا دارم فکر میکنم الان گرمم شده شیر کاکائوی بده. من بهش نمره 7 میدم، با 7.5 میدم با تیتاپ. پس بزن بریم سراغ کیک بعدی. خب کیک بعدی بده بیا بزنیم کیک بعدی و بعدی تیتاپ میگم چرا. این کیک دوقلوی آیدین. مثلا دوقلوی گرفتیم کیک بعدی هم دوقلوی خورد. خب بذار باز کنم اینو. اول خوردیم بگیر اینا حرف اضافه نزن. بگیر. خب کیک ها بخواه خیلی اضافه کیک ها. یکی میگرفتیم به 70 تمام. خب گفتم بیا با هم ویدیو بگیریم. اگه با هم ویدیو بگیریم تیتاپ نصف رو گریم نصفش من تیست بکردیم. تیست به کل اینا بخوری. اینا هم بگید. کیکش بیشتر دوست داشتم نمیدونم چرا. خیلی خوشمزه بود. چون کاکائو داشت بیشتر دوست داشتم. با شیر کاکائو من بر هم میخورد و من بهش نمره 7.5 دادم. 8.5 میدم. نمره 8.5. وایسا. خب تا الان که تیتاپ شد 7.5، کیک دوقلو شد 8.5. پس بزن بریم سراغ کیک بعدی. خب کیک بعدی رو ناصری بده. این کیک هم کیک شیرین عسل دوقلو شوکو کیکه. این کیک شیر ساده هم ببینید ورژن شیر ساده. یعنی اون تو خواب اینو. خب خود کیکش خوب بود ولی با شیر کاکائو خوب نیست چون که به صورت ژله مانند داره. اصلا اشتباه کردیم نخرید. این تنهایی نمره 8.9 میگیره ولی با شیر کاکائو خیلی کمتر. با شیر بهتر میگه تا شیر کاکائو. اصلا شیر با همه چی خوشمزه. خب
شیر میخوای بخوری؟ خوب بود خالی که یکیش خوشمزه باشید کافه زیاد خوشمزه نیست خوشمزه نه زیاد ها؟ چون خودش هم کاکاو بود و مبایی نمره 5 نه 10 پس 2,000 years later. فهمیدیم که بین این ستا بده کیک دولوی آیدین با شیکاکاو خیلی بهتره شاید نظراتم فرق داشت من بیشتر دوست داشتم یعنی ولی آورد پایی من بیشتر دوست داشت به ما نداد که تست تو خود الان شیخه خب حالا تو ویدیو هم بهش نخوانده حالا بفهم شما حتما نظرتون رو بگین داخل کامنت ها و ایده بدید داخل کامنت ها اینا هر ویدیو بگم ایده بدید من چه ویدیویی بگیرم هرچی شما دوست داشته باشید هم میگیرم حتی بگید تو ویدیو مویدم مجازات که به خودم اگه ویدیو بشه نگرفتم بهش گو پیتزا بگیره بگین پیتزا بگیره باشه بگم پس بگین 5 تا پیتزا توی یه ویدیو بخوره شوسهش نزن خدا میتونی یه دونه پیتزا کامل بخوری؟ آره تو میتونی تو میتونی نه؟ نه چرا شاید بسیه اندازه پیتزاش داره خوبه حالا ویدیو کیک چه حتی پیتزا داره خیلی رفت هیچی میده ایده بدید برو ای برسی موینا مجازات کو یارو موین خدمتکارشه موینا مجازات کو موینا بر چیزی باید بخره نمیسیم خدمتکار مهم شد یه ویدیو خفه شو خب ممنون که تا اینجا با ما بودید اگر نبودیدم که بودید و اگه هنوز لایک نکردی لایک کن چنل رو ساب کن زنگوله رو بزن که هر وقت ویدیو گذاشتم متوجه بشی و خدا نگهدار تا یه ویدیو دیگه